میکنن دلت را خانه من کن. الله میگه دلت را خانه من کن. یا باید خانه الله باشه یا باید خانه ابلیس باشد، یا باید لانی باشه که ابلیس در اونجا استراحت بکند. کاری نکنید که دلت استراحتگاه ابلیس باشد، رو تخت خواب دلت دست بذاره زیر سرش راحت، این دیگه کارش ساختم، این دیگه ملک منه، به هر طرف میخواهم میچرخانمش، اینو از خداش گرفتم و جداش کردم، در اختیار منه. کاری نکنید که ابلیس در مقابل خدا بیسته، به خدا بگه بنده تو ازت گرفتم، بندت مدیع من شد، تو چی کار هستی؟ والعیاذ بالله. هر مسلمانی که معصیت خدا میکنه، ابلیس در مقابل خدا گستاخ میشه و به خدا میگه نگاه کن چی داری، بنده تو گرفتم، اسمش هم محمده، اسمش هم علی است، اسمش هم فاطمه.